سالروز تولد عجیب و غیر قابل باور اسیب ساید نامزد آریانا سعید. تحفه باور نکردنی آریانا سعید برای اسیب و مژده عجیب و شوکه کننده آریانا سعید برای اسیب ساید نامزدش. اسیب ساید چند ساله شد؟ آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باره است و دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، یکی از هنرمندان محبوب، پرتلاش و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. آریانا سعید توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. این هنرمند پرآوازه و سرشناس هنر موسیقی افغانستان عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان ادامه میداد و توانست در مدت خیلی کوتاهی لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کند. این همه در حالی است که آریانا سعید در کشور دبی بزرگترین برنامه مدلینگ از لباس‌های ساخته شده دست خودش را به نمایش گذاشته است. مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. تازه تصاویر اسیب ساید و آریانا در صفحات مجازی دست به دست می شود که سالروز تولد اسیب ساید را خیلی با شکوه در کشور دبی برگزار کرده است و آریانا سعید مژده مادر شدنش را در سالروز تولد اسیب برایش ابراز کرده است. این همه در حالی است که قرار است سال جاری آریانا سعید با اسیب ساید مراسم عروسیش را در کشور ایتالیا برگزار کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای آریانا سعید و اسیب از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم و سالروز تولد اسیب ساید را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.